بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. بیدارخوی کردیم این دوتا را کتا کردیم، این دوتا گنگه و کار. به خاطر که نمی قرضوالا مرا زیاد بیاب کرد، ما دوای 6 ماه خوردم در نمی خانه خدا قید کردم. تخم را قلن 100 میدادیم، اینا رو خوبش نمیدادیم، امیر 100 روپا میدادیم. شب تا صبح من نماز میخونم، میگم خدای از این بدبختی برای کی بکشی، وگرنه سعی میکنم هیچ تبا برایم. مکتب شمشاد کار میکنم، مای 3000 روپا ماش میتیم. دوستان به این حالت است، قرضدارم هستم، اینجا سگ و قرضام دارم. از مکتب از کار میکنم، از فرمولی بسیار غیرتی جان است. اینا تو کار میکنم، بیا در روزگار مکتب شمشاد میتونی بری پرسانم کنی. امیل یک موتر به 100 روپا گرفتم که باش خودتان گیر کنم. اینی هم اینا کتنگ فوتیم که دروغ نمیگم، اینی هم تذکری بیبگیم که دروغ نمیگم. اینی بچه ما است که بیچاره معیوب است، خودم است. خب اینی آروسم است که معیوب است. در کجا سال اینجا چه؟ این خانه مرا سلام دیده دولی مردم میشینم کرامتم. این خانم در جریان سروی و کمک 5 خانواده در قریه سیدون با همکاران ما از همه نیازهای خانوادهش میگوید. این پیرزن در منزلش با پسر گنگ و عروس گنگش زندگی میکند و سرپرستی آنها را هم با 3000 افغانی ماش به عهده دارند. ما به دلیل نبود زمان کافی برای بازدید از وضعیت زندگی این خانواده به فردای آن روز در میان این کوچه ها به سوی منزل این خانم در حرکت هستیم. سلام برسه دوستا عزیز، خدا کنه که خوب باشین. باز هم ما در تنگی سیدان هستیم و سلسله کمک های خود. امروز یکی از خانواده که دیروز امرای ما سر خوردن اما وقت یاری نکرد، امروز آمدیم که وضعیت خانهش ببینیم. انشالله بعد از او با صحبت خواهد داشتیم، ما را یاری کنیم. اینمی آشپزخانه ماست. خب بیا تو وارش. با واقعیتش از روغن ما گرفته که مادرم میگه فرض مسالینی خواهد شندر دادن این چیزای ما. فرض مسالینی اینه دیگه کاسه ما، نمک ما، چای خشک ما، چای خشک ما، فرض مسال روغن ما را دیدی اینه قمانده. تقریبا پدر از یا چند سال پیش فوت کرده بود. باز من اینا رو بسیار خوردم. 17 سال میشه من در خانه کار میکردم. تقریبا 3 سال میشه در مکتب شمشاد کار میکنم. حالا دیگه روزگارم بسیار خراب است. اینی ورقای قرضیم است که قرضه کشیدیم. در یک اولی شیشته بودم، بخی گرم مانده بودم که قرضه را کشیدیم. اینی هم وثیقه فوتیم که هیچ نگویم که فرض مثال دروغ است یا راست است، واقعیت شبرد. دیگه مشکلات را بسیار تیر کردیم. ایتو تیر کردیم که میال عکسای ما برات بتو مردو پایم ساییده شده. اجازه کار ندارم، هفتگی پچکاری که کنم باز کار کردم میتونم بدون از 2 سال از کارم بخی ماندیم. اینمی اشتکه کارم میفهمی کل از یارم شو بیدارخوی کردیم، این دوتا را کتا کردیم، این دوتا گنگه و کار. ایگه کارم دمی سمر ما رساندیم، از خود خود رساندیم، بعد از یار رساندیم. دیگه مشکلات اینمی رقم تیر میشه زندگی است. دیگه اینی مشکلات را داریم، دیگه مشکلات ما بسیار زیاد است. اینی بله برق است. این سعی که طویلش نکردیم.
پسر جوانش که صاحب 2 فرزند است با زبان اشاره خودش از اعضای خانواده‌اش و مشکلات روزگار حکایت می کند. مشکلات و بدبختی های این روزگار او را واداشته است تا با استفاده از ادویه خودش را به قتل برساند. دلم پر شد بیادر، زندگی بسیار سرم تلخ آمده. چند روز پیش از یه همسایه پرسان کو به خاطر که نمی قرضوالا مرضی بیاب کرد، ما دوای 6 ماه خوردم در نمی خانه خدا قید کردم گت ملتای مگر هیچ چیزم نشد. من تا در دکتر نرفتم، 2 روز از می خانه بیخی پایین تا نشدم. مکتبم برم زنگ میزد، زنگ شکیل نمیکردم. ای تو دلم غوغده داره بیادر، هیچ اندازه نداره. زندگی بسیار سرم تلخ است. زندگی سرم تلخ است که بسیار پرسان نکنم. این خانم باید برای دریافت 3000 افغانی معاش در یک مکتب همه روزه کارهای دشوار را انجام بدهد تا به اعضای خانواده‌اش نفقه بیابد. 3 منزل جارو میکنم، تشنابات میشویم، چای دم میکنم، اینمی کاغذای اشتکار جمع میکنم. اینمی کار از به چی خاطری کار میکنی؟ خیلی چی کنم نه؟ از چی کنم؟ از خاطر از نمیام. زندگی خود نمیشه. این خمایی بس اگه تو هم میبریشه دیگر خود اگه دلت شد برش یک 100 روپیک میدی، اگه دلت نشد برو میگی گنگست کار کرد برو یک 50 روپیه را دستش میتی میگی برو. از خودم تو کار کردم، بیگانه را خب جای بابا نکو. اگر هر کدام بردیش تا دیگر سرش اتو زلیش کرده که دیگر آمدن نان نخورده دراز رفتیده. یک 70 روپیه که دستش دادن رایی کردن، از او چی جور میشه؟ این ما توستیم آلی نانکار دیدی که در نانبایی چقدر شده با 2 تا شینی اشتک سیر نمیکنه. رسمی تمام روز تشناب میشویم بیادر، باورت میانم. شب تا صبح من نماز میخونم میگم خدای از این بدبختی برای کی بکشی مگر سعی میکنم هیچ تبا برایم. قرضه را گرفته بودم من در یک اولی میشیشتم بیادر، کرا ندادم، بل برق ندادم، دیگه ندادم. بالاخره دمی نمرای گلباغ میشیشتم. بعد اینجا من بسیار از این قرضدار شدم، تقریبا 80,000 روپیه قرضدار شدم. یک 25,000 بل برق سرم آمده بود. بعد این قرضه را کشیدم بردم اینمی را تاویل کردم، یعنی این را تاویل نکردم، پت از او گریختم میسون آمدم. کدام تا مرا دگیر داد در اینجا میشینه. من شب کوچه دیگر کشیدم، کدام تا مرا دگیر داد. این را از طریق مکتب شمشاد تو پیدایم کرد که پیدایم کرد دیدم بیابی کرد. دیدم از این مرا در پوستی گلباغ کش کرد. باز که کش کرد باز این حالی قرضوالا حالی که بطنگم کرده سعی که 2 ماهش دادیم، چند ماه دیگه سرم چپه شده مونده. وقتش تاریخ دارنی تاریخ 1 لک 25,000 از برق بودم، 80,000 از خانه بودم. حالا نمی حالا ما آرد نداریم بیادر. من میفهمی نان میارم به قرآن 1.5 ساعت شب نان میارم بر از تا سبا دیگه را بس نمیکنم. آردم دیدی در کجا رسیده. و خوی دکو کار میکرد. سابقی کردم. این جوان از بیکاری رنج میبرد و میگوید قبلا در معدن سنگ کارگر بود و حالا اجازه کار در آن معدن برایش داده نمی شود. اصاب تا خراب کردم، خیلی چی کنم؟ و یکی هم میگه امارات اسلامی نمیمونه، دیگه میگه هرچی سعی میکنیم موتر نمیمونه. نیست کار مار نیست، کار خلاص شد. در او روزا از دست که خانه چیز روغن نداشتیم، خب پاکتکی میخریدیم. رفته در کوچه مندهی و کدام قومی ساده شده که به من خریده. او یزید میخانه که آمد برم تلق بیادر مزه داد. او روز که گفتم ترکی کردی که شرماندی مره، دوا خوردم که شوم. حکایت تلخی از روزگارش را به زبان می آورد که فقر او را وادار به انجام کارهای شاقه کرده است. بیادر 3 سال پیش من رفتم، یک آدم برام گفت خودت واری. دیدم خب پای صدار معتبر بهترین نان آورده، بهترین میوه خشک آورد برام سر میزمان. بعد از او برام گفت همی تشناب قلوخی بود، همی تو قلوخی بود، رفت خوب صفا برای دیگه دستای ما دستکش کشیدم. همی دیگر که شد به من 1 سدی داد. همی زد
همیدان دلم یک گلونم وغده کرد پر شد که خب من صبح تا دیگه بر تو بیخ گلای که دستکای من انداختم تو قرم مرا 300 روپیه خو میدادی دانم هم پر نکردم که تو چطور به من 100 روپیه دادی تو خو مرا قلن 300 میدادی همین نان خوبش نمیدادی امیر 300 روپیه میدادی خانه آمدم همین جده گریان ششتم سعی که گفتم روز صبح گفت تو را 100 روپیه داد به خدای 100 روپیه من یک هفته تاویز کرده بودم یک هفته بعد همینجا حالا دخترکم نیست عروسی کردیم او گفت حالا گردیم درد میکنه حالا گردیم درد میکنه گفتم باشی پندکس نشده باشه یک 500 دیگه داشتم اون را بردم در دکتر بردم گفت نه شکر پندکس نیسته صرف گردش منگ داره خب گرفتم اون را پس او 100 روپیه در او رقم باز خرج کردم در خاطر که این مشکل این قدر است این پیسه دار هیچ چیز نیست بیاده دل غریب پیسه دار نداره چطور هستی؟ در من یکی از یک خانه بیاده در یکی یک خانه دست من رحمت خانه مرا داد 1 روپیه سر ازی تو نه نگیرم گفتی گنگه جور باشم خوش باشم خدا مهربان است تو غریب تا آخره نخواد بانی گفت اما یا یک روز شاید یک اولاد پیدا کنن که جور باشه زندگی از این جور شود از دو یک خانه دار گرفتیم من اون هر دو دختر بچه جور تیار بیا خدا مونه باشه زن و شوهر به زبان گنگ و به گوشها ناشنوا هستند و این هر دو از مشکلات روزگار و نبود اقتصاد مناسب شکایت های به زبان های ساکتشان می گویند. نان چیز هست؟ تفلکان نان نمیتر میگه که قبل دستشان باز چیز میکنه زندگی بیاده سرکل اگه تلخم والا اگه در 2 ماه کده باشم من میاله قسم از دانم برآمد که خریده میتونه 400 تو فکر کو این کار نمیکنه این هنوز میگه که میگه روزی که کار نبیفت پیسه نبیفت مرا میزنه اون شکایت خود داره دلم میگه بخی تنگ شده جنگ نکنین جنگ نکن در خانه میگه چرا زیاف مصرف میکنی چرا خانه پدر زیاف میری بخوره بگی بخموره بگی ما که تردویت میفهمم دعا کو یا کلان شو کار کنه دعا کو خوب رضیا میگه نمیفهمه گنگه بود من میفهمیدم کار نمیکنه دیگه نمیکنه شوی نمیکنه خیر خدا مهربان زندگی استیر میشه بچگه که ای کلان شو کار کنه بس نه جنگ نکن نزنی خب بیشی اونجا فیلم برداری میکنه ترکی میکنه کار کنه بس بیا توکل به خدا وطنهای عزیز چینی وضعیت روزگار هموطنهای ماست که همیشه در مشکل هستن این بیچارم گنگ است خانمشم اینمی مادر است و اینمی خانواده چی میگه؟ میگه این قالین ماست این خانه ماست دعا که دعا این خانم در کنار رنج ها و آوارگی خودش حکایت تلخ از یک خانواده بی سرپرست دیگر را گویا می شود که در برنامه آینده شاهد افسانه دردناک آن خانواده خواهیم بود. شوهر از او فکر کنیم یا خانم گرفته ایلاش کرده از همه خانه کالا مالا و کل چیز خود جمع کرده برده بازو بی سرپرست بود را بردم گفتم 1000 تو بته 3000 ما میتی 1000 تو بتی گفتم بیا اینجا بشی به خاطر که گفتم مرد نداری یک بچه است من زن جوان هستم کجا بشینم میگم ما پایین که اولادکای خود است زندگی از اون بسیار خرابه سلام برس هموطنهای عزیز خدا کنه خوب باشین به سلسله کمک‌های خانم نیلاپ امروز خواستیم که به این خانواده‌ام یک مقدار مواد خوراکه
خریداری کنیم. امیدوار هستیم که حداقل برای یک ماهشان کفایت کنه و مشکلات خانواده را شما دیدین. اگر کسی میخواست مستقیم به خانواده کمک کنه باز هم ما در خدمت هستیم. و مادر جان چیزی گفتنی داد؟ تشکر از خانم نیلا، من تشکر میکنم که کمک امرای ما کرد. روزگار ما یک ذره بر یک ماه فعلا خوب میشه. توکل به خدا. اینام پول باقی مانده است که ما برتان تسلیم میکنم. 2 3 4 5 5200 5750. این 5 میشه تو بگی. اینیشه بازم لالا را میتیم بیا کمی مال باید برسان. صحیح است؟ دیگه قربانت سلامت باشی. فکر کنم امروز از کارم ماندین. خیر، مشکل نیست. ما سپاسگزاریم از خانم نیلاب که از هلند به ادامه کمک‌هایش باز هم مبلغ 16750 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که در این برنامه مبلغ 10890 افغانی را مواد غذایی خریداری کرده، مبلغ 5500 افغانی را نقداً برای رفع نیازهای اساسی این خانواده پرداخت نمودیم و مبلغ 250 افغانی را برای کرایه باربری غرض انتقال این کمک‌ها به منزل او پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.